زندگینامه حامد کرزئی در 3 دقیقه. حامد کرزئی در سال 1957 در قندهار به دنیا آمد. خانواده‌اش از قبیله پوپلزئی و از خاندان‌های سیاسی و تأثیرگذاری پشتون بودند. بچگیش را در قندهار گذراند، جایی که روحیه رهبری و سیاست در خونش بود. بعد از دوران مکتب برای تحصیل در رشته علوم سیاسی به هند رفت. اونجا دنیای جدیدی رو تجربه کرد و دیدگاهش به مسائل جهانی شکل گرفت. وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد، حامد دست روی دست نگذاشت. به جمع مجاهدین پیوست و در نقش دیپلمات تلاش کرد حمایت دنیا را جلب کنه. اما جنگ‌های داخلی و بعدش هم حاکمیت طالبان کار رو سخت‌تر کرد. با این حال حامد از تلاش برای تغییر دست نکشید و در تبعید برنامه‌ریزی می‌کرد. با سقوط طالبان در سال 2001 وقتش رسید که حامد کرزئی وارد صحنه شود. اول به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد و بعد در سال 2004 اولین رئیس جمهور منتخب افغانستان شد. 10 سال ریاست جمهوریاش پر از چالش بود: بازسازی کشور بعد از جنگ، مقابله با طالبان و تلاش برای اصلاح فساد. بعد از اتمام دورهاش در 2014 کرزی کنار نرفت. اون همچنان توی سیاست بود، به سیاست‌های دولت‌های بعدی انتقاد می‌کرد و خواهان استقلال واقعی افغانستان بود. زندگی حامد کرزئی پر از فراز و نشیبه، درست مثل تاریخ کشورش. مردی که در دل جنگ بزرگ شد ولی همیشه به دنبال صلح بود. Thank you all for watching this here video.